روی گزینه یاندکسگو میزنم. ترانسپورت رو انتخاب میکنم، مبدا و مقصدم رو انتخاب میکنم. حتی میتونم روی مپ هم پیدا بکنم. یه سری آپشن به من این پایین میده که با توجه به تایمش من اولیه رو انتخاب میکنم. ولی میبینم که باید 3 تا خط اتوبوس عوض کنم. این برای من 100% مناسب نیست. میگردم و بهترین رو انتخاب میکنم. اتوبوس خط 25 رو انتخاب میکنم که فقط یه خط اتوبوس باید سوار بشم. انتخابش میکنم. تایمی که اتوبوس میاد و مسافتی که باید پیاده برم تا به ایستگاه اتوبوس برسم و جایی که باید پیاده بشم رو میتونم اینجا تو نقشه ببینم. حتی میتونم از همینجا تاکسی هم بگیرم. گزینه تاکسی رو انتخاب میکنم. کامفورت برای ما ایرانی که ارمنی بلد نیستیم خیلی گزینه بهتری که ما رو همون مبدأی که هستیم سوار میکنه. گزینه استارت کمی ارزون تر هست ولی ممکنه تاکسی کمی بالاتر از مبدأ ما بیسته که برای ما که ارمنی بلد نیستیم اصلا مناسب نیست. به همین راحتی تمام.